میزان فروش یک محصول در فروشگاه میتواند متأثر از عوامل متعددی باشد. علل خصوص عواملی که مرتبط با فروشگاه است. عواملی همچون دکوراسیون، چیدمان محصول و همینطور نورپردازی فروشگاه. ما باید در یک فروشگاه لوازم خانگی از چه تکنیک‌های نورپردازی استفاده بکنیم که بتونیم آمار فروش مجموعمون رو هم بالاتر ببریم؟ در یک فروشگاه برای نورپردازی محصولات و محیط فروشگاه میتوان از چراغ‌ها و تکنیک‌های متفاوتی استفاده کرد. ابعاد و رنگ محصول، جنس و متریال ساخت آن و نحوه چیدمان محصولات میتواند در نوع استفاده از چراغ‌ها و مهندسی نورپردازی تأثیرگذار باشد. ما در یک فروشگاه لوازم خانگی به خاطر وجود اقلام ریز و درشت و تنوع بالای کالا نیاز به یک نورپردازی یک نواخت با لوکس نوری مناسب داریم. به این نکته باید دقت شود که در فروشگاه‌های لوازم خانگی نمیتوان از نورپردازی متمرکز استفاده نمود. به این دلیل که اکثر محصولات لوازم خانگی انعکاس نور دارند و این موضوع باعث اخلال در تصمیم گیری مشتری در هنگام خرید می شود و همچنین این نوع نورپردازی سبب دفرم نشان دادن محصولات شده و جلوه واقعی و کیفیت محصول را نمایش نمی دهد. رعایت این نکات باعث میشه تا تمامی جزئیات محصول برای مشتری قابل تشخیص باشه و چیزی از چشم اونها پنهون نمونه.